شمولک کلمه است. آره اون کلمه شمالک. صدای زنده شمولک. صدای آنیرا مگان اصل‌الدین برنوف. آره دیگه اسمش اینه، اصل‌الدین برنوف. درود. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش برگشتید به پریفان میوزیک. بنده سینا هستم. پریسا است. ارادتمند نگاه‌های مهربون شما. خیلی خوش برگشتید. قراره بریم یه آهنگ نوستالژیک بشنویم. چرا؟ چون نوستالژیکه دیگه. 8 سال پیش آپلود شده. کیفیت ویدیو نشون میده که قدیمی و از اون چیزایی که ما خیلی باهاش حال می‌کنیم. ما توی ریاکشن هایی که از کشور افغانستان داریم، موزیکاشون هرچی محلی تر و خودمونی تر خیلی به دل میشه. و فکر کنم یه اجراییه که از اونایی که خیلی خودمونی و خیلی به دل میشین و قراره کلی سورپرایز بشیم و امیدوارم که تا ثانیه آخر با ما همراه باشید. چون همون حالت تم خونگی داره آهنگه. آره. یه صلح و صفای خاصی توشه. اگر اشتباه نکنم اسمشون آنیرا هست. آنیرای؟ نه، اصل‌الدین بارانوف. یه کمچین چیزی بود. البته اسمشون تاجیکی بود. ما از ترنسلیتور استفاده کردیم. نوشتارش روسی بود. ولی اصل‌الدین بارنوف. امیدوارم درست گفته باشیم. اگرم نه که باز شما راهنمایی می‌کنید. فارسی راهنماییمون. اگرم می‌خواید با تایپ انگلیسی بنویسید ولی خب فارسی بنویسید. فینگلیش در واقع ترکیب فارسی. حاضرید؟ بریم ببینیم چجوری باید سورپرایز شیم. میشنویم. چه دم و دستگاهی داره؟ شمالت می‌وزد با برگ گندم. به به این صدا. مسافر موندم نشده مردم. واقعا جان داشت. به همین چیز. من حسم گفتش که انشالله سعی و سالم باشن. همچنان احساسم میگه نابینا هستن. یعنی مدل چشمشون حرکتش رو من صدار هستن. این جنس صدا رو ما خیلی شنیدیم توی موسیقی ایران. معین یا میشه گفت بیشتر حالا پویا خواننده ایرانی. آره این مدل ها رو دارن و خیلی قشنگ شروع کرد. کلیپ کوتاهه ولی میشه 1000 بار بشنویش. خیلی خوش حسه. خیلی قشنگ شروع. شمالت می‌وزد با برگ گندم. مسافر موندم نشده مردم. صدق و چه حنجره‌ای. مسافری منو این گیرو کردن. فلک در گردن زنجیر رو متاسفانه فکر کنم درست متوجه شدم. هنرمندن. آره روشندل یا نابینا هستن و چه پیانو و ارگون زیر می نوازه. یعنی خدا دل می لرزونه. عجب صدایی داره. چه هنری داده به این عزیز. میشه شمالت می‌وزد با برگ گندم. مسافر موندم نشده مردم. چه ذوقی میکنن. عزیز ما میشناسیم. مسافری منو این گیرو کردن. فلک در گردن زنجیر رو کردن.
جانم هستی. کاش ادامه میداد. نه آره من الان دوست دارم فقط برم سرچ کنم ببینم با اسم ایشون چه چیزهایی در یوتیوب میشه پیدا کرد. خیلی قشنگ. صداش خیلی خام صدا بودا همون که، ولی این کلیپ طولانیشه. برو ببینم. واه این 7 دقیقه است. خب ممکنه خودشون نه، ولی خودشونن. بالایی خودشونن. آره جای نک داره. آره نه هست ازشون کارهای مختلف هست. قراره خیلی سورپرایز شیم با صدای ایشون. پس بشنویم. آره اون خیلی کوتاه بود. دوست دارم ببینم چی کار میکنن. دیدین احمد ظاهری اگه سروداری یا نه؟ از احمد ظاهر درسته؟ گفت اگه از احمد ظاهر داری برامون بخون. گوش کن. دیدین احمد ظاهری اگه سروداری یا نه؟ ای خدا. یگان سرود دارم. برای کی سخنوش میشد؟ اگه میشه کسی احمد ظاهر رو دوست نداشته باشه. این یه اجرا دیگه است. یه نوت پس و پیش نمیزنه. این آهنگ از معینه. از احمد ظاهر میخواد ولی نداره. من این ریتم شدیدم. من از این دنیا چی گفتم صدا شبیه معینه. تو گفتی شبیه پویاست. من نه در وهله اول آره نه اصلا اینو باید جدا بشنویم، چون من به شدت عاشق جناب معین هستم. نصرالله معین هنرمند دوست داشتنی ایرانی. فکر کنم عزیزان تاجیکستان هم خیلی دوستش دارن، یعنی شنیدن آثارشو، چون دیدم توی کنسرتاش اشتراک میکنن و امید که فردای به زودی کلی کنسرت هنرمندان ایرانی توی تاجیکستان و تاجیکستانی‌ها در ایران دوره هم لذت شو ببریم. خیلی خوشحالم باهاش آشنا شدیم. خیلی هنرمنده. آره میگم مثلا دیگه اسمشو میخوام سیو کنم، رفت اینجا گوشه قلب، چون خیلی خوش حسه. میگن که بعضی موقع همون چیزی که شما گفتی چی بود؟ اگه خداوند یک چیزی رو ازت میگیره ولی هزاران استعداد دیگر رو درت قرار میده که این عزیز نمود بارز همین موضوع. چجوری مثلا نوتا رو یاد میگیرن، جا رو یاد میگیرن؟ خیلی کار سخت‌تریه. هم گوش خیلی قویه، گوش قویه، هم تمرکز قوی. ببین حالا نمیدونم شاید نابینا نباشه، یعنی شاید 1% بینایی داشته باشن، ولی میخوام اینو بگم که وقتی هم که داشت نوتا رو مینواخت سرش پایین بود، یعنی روی پیانو ارگ بود و داشت آکوردا رو میزد و نوتا رو مینواخت، اما اون زاویه‌ای که میده همه اینا میبینید چقدر تمرین میخواد، چون شما دیگه توانایی دیدار نداری. ولی دیدیم اساتیدی که درست متوجه شدیم، اساتیدی که ساز مینوازن خب دیگه بعد از سالها انقدر اخت میشن با جاهای نوت و اینها، به قول معروف میگن چشم بسته، و خوشحالیم با این خیلی لذت هنر اصل‌الدین جان بارناوف. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. قراره که یک عالمه از ایشون ریاکشن داشته باشیم، چون من یکی که خیلی عاشقشون شدم. بیشک. امیدوارم که لذت برده باشید مثل ما و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.